من امیر هستم. یه حدود 8 سالیه که کارمون تو بحث نظارت تصویری و شبکه‌های صنعتیه. از شرکت فیدار خریداری می‌کنیم جنسامون رو. یکی از مزیت‌های مهم این شرکت بحث گارانتی و پشتیبانیه. مزیت دوم بحث قیمتی که ضمانت قیمت دارن و مزیت‌های بسیار ویژه‌ای که تو بحث آفر به صورت مدت‌دار یا چکی یا اعتباری که تو بحث فروش جنس دارن. سفری هستم، مدیر فروشگاه پالادیو. توصیه میکنم اگر خواستید هارد کار کنید یا تجهیزات شبکه، حتما فیدار تکنولوژی آسیا. حدود 7-8 سالی است که من باهاشون کار میکنم. هم قدرت کار کردن تو این رنج دارن، هم میتونن حجم زیادی رو برای شما هندل کنن. بچهای خیلی خفنی دارن تو قسمت خدماتشون، تو قسمت گارانتی که میتونن کار رو هندل کنن. امیدوارم بتونید ازشون استفاده کنید. من مهدی حاجی نژاد هستم، مدیر فروش شرکت پایوناری. اگه اسم من یا شرکت برای شما آشنا نیست، احتمالاً اسم دیش یا آنتنای وایلینک رو شنیدین. و توی بحث وایرلس یکی از شرکت‌ها که اسمش وسط میاد حتما پایوناریه، با 2 دهه سابقه فعالیت در این حوزه. ما با ارتباط خوبی که با مجموعه فیدار داریم، دوستان میتونن مراجعه بکنن به کارشناسان خوب مجموعه فیدار و محصولات شرکت پایوناریا رو با نام تجاری وایلینک تهیه بکنن. سعید سلمانی هستم، نماینده فروش محصولات فیدار تکنولوژی. 2 سال به عنوان نماینده فعالشون هستم توی مربدشت. خیلی خوب فروش زدیم، خیلی خوب تونستیم خدمات بگیریم و خدمات بدیم. از همه مهمتر تو بحث مثل بحث هارد خدمات ما هست که شرکت گارانتی و خدماتی که به ما میده فوق‌العاده است. یعنی هیچ وقت ما نگرانی و دغدغه اینو نداریم که هاردی رو که خریداری میکنیم اگر به مشکلی بخوریم توی خدماتش، توی گارانتیش بخوایم نگرانی داشته باشیم یا دغدغه داشته باشیم، چه ما چه همکاران و چه یوزرها که دارن ازش استفاده میکنن. از اون طرف هم که بحث قیمت که تونسته یه نقطه قوت خیلی خوبی هم برای ما باشه، هم برای مصرف کننده که داریم توی مجموع باشون کار میکنیم. عابدی هستم، نماینده سبزوار محصولات فیدار. نقطه قوتشون بیشتر مسائل اخلاقی و اون تز کاریشون هست که ما رضایت داریم از این بابت و اینکه ما لحاظ گارانتی و خدمات حداقل خیالمون راحت. ما در واحد مالی فیدار بهترین شرایط تصفیه رو برای شما دوستان عزیز فراهم می‌کنیم. اهداف کوتاه مدت شرکت فیدار تکنولوژی آسیا شامل گسترش محصولات و افزایش شبکه نمایندگان است. در حالی که در بلند مدت هدف ما تبدیل شدن به یک رهبر صنعتی در زمینه داده‌ها میباشد.